جریان همبستری منع میشه. و یسألونک عن المحیض، باز هم قبل از این که این ترجمه کنیم، حکم نزدیک شدن مردهایی که در عادت ماهوار با همسر چی حکمی داره؟ از لحاظ شرعی باید بدن. آیه قرآن اشاره میکنه کسانی که در عادت ماهانه به زن نزدیک میشن چی حکمیه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن این انسان ملعون هست، این انسان ملعون، لعنت شده. و نزدیک شدن با همسر در وقت عادت ماهوار چیه؟ از جمله گناهان کبیره هست، از جمله گناهان کبیره هست که در این آیه مبارکه اشاره میشه که باید جداً خودداری بشه. نکته دیگری که در اینجا اشاره میشه که پرزه های زیاد متاسفانه که روان میشه و بالاخره این جریان عمل زشت لواط که او انسان ها این عمل زشت را انجام میدن، چی با همسر باشه و چی با هم جنس بازی باشه و بالاخره چی حکم داره. کسی که عمل لواط را انجام میده، رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمایند من اتا امرأته فی دبرها لم ینظر الله تعالی الیه یوم القیامه او کما قال. کسی که این عمل زشت با همسر خود انجام بده که از راه مشروع پیش نیایه، در روز قیامت الله سبحانه تعالی با اون نظر نمیکنه. الله سبحانه تعالی قطعا نگاه رحمت به طرفش نداره، نگاه میکنه الله، نظر میکنه، ولی نظر غضبناک داره. در حدیث دیگر رسول الله میفرمایند ملعون من اتا امرأة فی دبرها او کما قال. ملعون هست و لعنت شده هست انسانی که از راه مشروع به همسر نزدیک نمیشه و از غیر مشروع نزدیک میشه. این ملعونه، لعنت شده و از جمله گناهان کبیره. اما یک نکته، این گناهی کبیره هست. بعضی انسان ها میگن اگر کسی چنین فعل انجام داد، یا در عادت ماهوار نزدیک شد یا بالاخره از راه غیر مشروع، این انسان کافر میشه و زنش طلاق. کافر نمیشه، زنش طلاق نمیشه. اما بعضی از بزرگا فرمودن اگر این عمل خور حلال بدانه، چون یک کار حرام حلال گفته، کافر میشه. وقتی کافر شد زنش طلاق میشه.